سیما جان میشه که ما بگویید که درباره اسکرینینگ یا معاینه سینه شما چطور فهمیده؟ ما یکی از روزها بود که تصادفاً دستم سینه‌ام خورد، احساس درد کردم. دیگه برای فامیل گفتم، کلن گفت که باید بری یک معاینه کنی که خدا نخواسته کدام چیز نباشه. رفتم معاینه کردم، تشخیص شد که من همین چیز را دارم. بعدش ما تداوی کردیم. چی فکر میکنین؟ یعنی چقدر مهم است که اگر تشخیص شود ابتدا سرطان سینه؟ هر خانم باید همین معاینه را انجام بده. گرچه که معاینه بسیار مشکل است، اما مهم است، مشکل نیست. باید که خانم‌ها همین معاینه را انجام بدن به خاطر صحتمندی خودشان و فامیلشان. اولاد را درست تربیت کردن بتونه و طبعا مادر چراغ خانه است. اگر مادر مریض باشه هیچ چیز نمیشه. باید مادر متوجه صحت خود باشه تا دیگه هم صحتمند باشن. فامیل هرچی تشویق کنه، همین تکلیف باید برن معاینه کنن به خاطر صحتمندی همگیشان. بسیار خوب است. حتما کمک فامیل است که ما میتونیم بریم معاینه کنیم. اگر کمک فامیل نباشه ما نمیتونیم کار مهم انجام بدیم.